ببین یه چیزی که واقعا برای ترکیه واقعا منو بعضی وقتا به فکر فرو میبره همینه که اینجا کشور اسلامیه. خب بعد ولی واقعا هیچ شباهتی مثلا با کشور اسلامی نداره، یعنی از خیلی جهات اصلا چیز قوانین اسلامی رو واقعا رعایت نمیکنه. مثلا فکر کنم ما رفتیم دبی، بعد من رفتم تو مثلا دفعه اولی که مثلا رفتم دبی، بعد من رفتم تو مثلا مارکت، یه مارکت معمولی. خب اینجا میفروشن دیگه مثلا مشروبات الکلی و نمیش، تو میری میگیری، مثلا آبجو باشه باز میکنی میری میخوری. رفتم چون میگشتم خدایا مثلا کجاست اینا، کجا میذاره، چرا ما نمیبینیم مشروب آبجو اینجا هیچی نیست. گاردن کشتم کنار، گفتم الکلاتون کجاست؟ یارو 10 دقیقه داشت من نگاه میکرد، گفت کلی چیزی. گفتم برای چی؟ گفت اینجا نمیفروشیم، تو باید ماشین سوار شی بری خارج شهر دیگه اونجا بگیری بازم نکنی، باز کنی پلیس بگیرت داستانه برات، بری حالا چه میدونم توی دخمه بشینی بخوری یا اینکه بری توی کلابی جایی بخوری. ببین آبجو و مشروب و اینا که کلا آزاد، یعنی تو 10 تا برچی بگیری آزاد. این مسئله نمیدونم دلاکی و فلان و اینا، زن و مرد تو هتل‌ها یوآل و اینا اصلا ردیف. میری مثلا تو مالا عکس مثلا دخترا رو با بیکینی و اینا زدن، همینطوری تو سر و در مال نمیدونم مدل ویکتوریا سیکرت و اینا رو اصلا بعضی وقتا میبینی چشم و گوشت باز میشه قشنگ. اینم که از این توالتا که میری واقعا قیامت و جلو چشمت میبینی، هیچ چیزی برای شستن نیست واقعا. شما مملکت اسلامی چرا اینطوری میکنین؟ واقعا یه سری چیزای ترکیه این که مثلا تو همون برن همه با هم بشینن مثلا درک نمیکنه، واقعا زشته. ولی تو میگی نیست که رایج نیست این تو هتل‌ها ولی میکنن. تو هتل خیلی طبیعیه براشون. تو هتل اصلا کلا خیلی چیزا، یعنی ما اینجا تفریح آنتالیا اینه که تو بری هتل. خب هیچ تفریح خاص دیگه ای نداره. ما خودمون مثلا هر 2 ماهی 3 ماهی یه بار میریم هتل. یعنی یه روز میرین هتل یا نه یه هفته میگیرین اون توالو؟ نه مثلا یه هفته میریم دیگه، به خاطر اینکه خب مثلا تو که پول بلیط و اینا نمیدی دیگه، بعد قیمتش کسی که دارن توریست میان خب تو های سیزن دارن میان. خب ما مثلا اردیبهشت اگه بریم هتل قیمتش مفته، مثلا چه میدونم مثلا آخر مثلا شهریور بریم قیمتش برامون مفته. چقدر تقریبا به دلار؟ خیلی در میاد، خیلی خیلی اختلافش زیاده. مثلا هر چیزی که همه دارن میان ما نصفش میریم. اینجوری بهت بگم مثلا قیمتش، مثلا میگم اگه یه توریست داره میاد یه هتل رو داره میده شبیه مثلا 3000 لیر، ما میدیم شبیه 1000 تا میدیم. همیشه نه ها، الان برم منم با توریستا هم قشنگ نه سرویس درستی میدن نه هیچ، قیمتام زیاده. ولی فصل درستش بری خیلی قیمتاش معقول، عالی هم بهت سرویس میدن، خفن عشق و حال کن. همه فکر میکنن چقدر این پولدار هر 3 ماهی مثلا تو هتل، ولی قیمتش آب خورده. ما من اول باری که منم ترکیه یارو اون جلوی من پاسشو داد و زد رفت، من رسیدم پاسو گذاشتم گفت میشه $100. گفتم برای چی؟ گفت برای ویزا دیگه. گفتم بعد چرا از اون نگرفتی؟ گفتش که اون پاسپورت ایران داشت. گفتم اوه پاسپورت کانادا برداشتم پاسپورت ایران گذاشتم رو. اولین بار و تنها باری که خوشحال شدم ایرانیام. ایرانی آره واقعا. نه الان این تایم های سیزن و اینا اصلا هر جایی باشی هر ملیتی باشی اصلا فرقی نداره، کلا گرونه. اگه تو تایم ارزونی که میری، خب ما مثلا خیلی رفتیم، من آنتالیا تقریبا خیلی هتلاشو رفتم، یه سری چیزا میبینی اصلا میگی چجوریه اینا برای ترکیه قفل نیست، چطوری ما داریم میگیم داریم ترکیه زندگی میکنیم ولی اینجا اینجوریه. نمیدونم بدی و خوبه ولی دیگه هست دیگه به قول یه قابلمه داره میپزه دیگه، یه طرفش اسلامه یه طرفش غیر اسلامی یه طرفش نمیدونم. اینا میخوان همه جا رو داشته باشن، میدونی میخوان اروپایی رو داشته باشن، اون که ایران میاد داشته باشن. آره دقیقاً نمیشه آجام خرام وسط خط مونده. حالا آقا من یه سوال ازت دارم، چون خانومی یه سری خانوما الان مد شده که میگن مرد ارزشی نداره و اصلا مرد واسه چی هست و نمیدونم اگر ما بتونیم بچه دار بشیم بدون اینکه مرد بخوام مثلا هیچ ارزشی مرد واسه زن نداره اینا. خانم نظرت تو به عنوان خانومی که شوهر داره چیه راجع به این حرفا؟ خیلی بولشته. چون منم همین رو احساس میکنم ولی نمیتونم بفهمم که چرا اون خانومی که این حرفا رو میزنه اینجوری احساس میکنه. چون از چه منظری میخوای وارد چی؟ میخوای از نظر زوری وارد چی؟ میخوای از نظر عقلی وارد چی؟ میخوای از نظر هیستوری وارد چی؟ میخوای از نظر تجربه وارد چی؟ هر جوری تو وارد چی مرد میبره. و دلیلی که خانوما تو امروز رفاه دارن مرده. خب ما هیچ ما رو پروتکت نمیکنه. اگه من دارم تو خیابون راه میرم ساعت 12 شب هیچ وقت ذهنم نمیگم که کاش فلانی الان اینجا بود پشت منو داشت، ولی من میتونم 100% بگم 100% خانومای کل دنیا
اگه نه 1000 بار یه بار اینو تو زندگیشون تجربه کردن که تو خیابونش راه میرفت گفت کاش مسعود اینجا بود. چرا اینو گفت؟ چون پروتکشن شما دست ماه. قانونی که شما رو داره پروتکت میکنه رو مرد داره میچسبونتش به در. اگه مرد قاطی کنن فردا بگن آقا، مثلا میگم یعنی توی که پادکست گفتم فکر یهو تمام لیدرهای کشورها بیان یه فتوا بدن بگن آقا خانوما خیلی پررو شدن، هر مردی 3 روز وقت داره زنشو بشونه سر جاش. فکر میکنی کدوم چند تا مرد کم بیارن؟ من فکر میکنم مثلا 10,000 تا مرد کم بیارن، ولی 3.5 بیلیون مرد یه جوری حساب زنشون میان بالا که زن یادش بره چه گوی میخورده قبل از اون 3 روز. وقتی آمار اینه و وقتی تو اینو میبینی ببین چقدر مرد اومده خوبی کرده به شخصیت مؤنث که این مؤنث انقدر پررو شده که میشینه خیلی جدی میگه آره مرد به هیچ جا ارزش نداره و 1000 نفر میان زیرش کامنت میذارن آره فلان مرد فلان مثلا. میخوام برم به اون خانوم چرا این اتفاقا داره میفته؟ چه جوری خانوما نمیبینن که اگر مردا یه حقاتی کنن زنا همه چیشون رو از دست میدن؟ ببینیم برمیگرده به اون اکسپریانسی که طرف داره. به نظر من اون سطح مطالعاتی که طرف داره، اون لولی که داره توش زندگی میکنه، خیلی چیزای دیگه. تو نمیتونی کسی که مثلا این حرفو داره میزنه قانع کنی. یعنی من به تجربه دیدم هیچ جوره اینا قانع نمیشن، ولی تو میتونی که موضع خودتو حفظ کنی دیگه. خب مرد و زن و خدا آفریده تو این دنیا، هر کدومم مثل خودشونن. من هیچ وقت نمیتونم یه مرد باشم، یه مرد هیچ وقت نمیتونه زن باشه. و این دیدی که ما نسبت به مرد داریم یا به نسبت به زن داریم هیچ وقت عوض نمیشه. حتی اگه چه میدونم نسل‌ها بیان خودشونو جر بدن، این مساواته برقرار نمیشه تو خیلی از چیزا. چون من خودم دارم مثلا میبینم یه سری داستانا رو که مردا کلا یه جور از دیده مثلا همه مثلا دیده میشن، خانوما کلا یه جور دیده میشن. اینی که یک زن احساس قدرت کنه، احساس کنه که حالا به یه مرد نیاز نداره، شاید خوب باشه از مثلا یه جهاتی بتونه مستقل باشه اینه. ولی این که نمیدونم مرد بولشت و نمیدونم فلانه، این خیلی چیز چرتیه. یعنی اصلا قابل بحث نیست که بخوای همچین حرفی بزنی، چون همه میدونیم که در خلقت چجوریه، در واقعیت چطوریه، چه اتفاقی داره میفته. من خودم 12 سال ازدواج کردم. خب به جرئت میتونم بگم تو این 12 سال کاری که همسر من برام کرد، پدر و مادرم مثلا از یه جهاتی نکردن. نمیگم همه چیا، ولی اگه اون ساپورت مرد آدم نبود، مرد من نبود، من نمیرسیدم به خیلی از جاها. نه که بگم مثلا تو سوشال مدیا اینا، تو کلا چیزای فردی تو زندگیت، تو زندگی خودم. بعضی وقتا مثلا میگم طرف میگه وای نگاه کن مثلا این چقدر نمیدونم مثلا میماله فلان میکنه. واقعیته قدرتی دارن که یه قدرت مردونه‌ای دارن که زن آروم میکنه، مگر اینکه نمیدونم تو مشکل داشته باشی، آقا لز باشی اون قدرت رو حس نکنی، نمیدونم نخوای حسش کنی، وگرنه اون پاوری که مرد داره من فکر می‌کنم یاد گرفته شده است. انقدر شنیدن میگه او برای گور پدر مرد. نه 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 نه. ولی همون دختر وقتی تو خیابون داره تنها راه میره میگه کاش الان دوست پسرم بود. خب هنوز تو که مگه نگفتی تو گور پدر مرد؟ چجوری رود میشه این حرفو بزنی؟ یه چیزی شنیدن و نمیدونم شاید حس گندگی میده آدم همچین چیزی بگه، حس مثلا خفن بده و اینا. معمولا هم از یا بعد دختر خیلی کم سن و سال همچین چیزی رو میشنوی، خب، یا از زنای خیلی سن بالا، مثلا کسی که نمیدونم 40-45 سالش شده، آدم مستقلیه، یه عمر کار کرده، روی پای خودش وایساده، هیچ ساپورت هیچ وقت طرف مثلا پدر یا خانواده‌اش نداشته، شاید نمیدونم. اینا همه بستگی به خیلی از شرایط داره. ولی کسایی که دارن زندگی نرمال رو میبرن جلو، آدمایی مثل من که زندگی نرمال دارن میرن جلو، هیچ وقت همچین حرفی نمیزنن. مثلا از نظر محیطی و از نظر خلقتیش درست نیست همچین حرفی تو بخوای بزنی. چون تو حیونا میبینی، یعنی توی حیونا سریشون خانوما قدرت دستشونه. یه دونه حیوان هست خیلی باحاله، نمیدونم فارسیش اسمش چی میشه. اون حیوان هست که دستش اینطوریه، تو همه کارتونا هست، این ملخه ولی ملخ نی، دستای دراز داره، دستش تیغ تیغیه، دو تا تیغ داره دستش. حالا اگه بعد ندارم سعی میکنم پیدا کنم عکسشو بندازم. چی کار دارین آقا؟ ببین سهیل، اینقدر زندگی بالا و پایین و بدبختی داره، خب آدم بره بچسبه به این چرتا، واقعا از نصف زندگیت
عقب میمونه حاجی. ول کن اینا چیه شما میشین در موردش فکر میکنین آخه؟ نه اینو گوش بده. این حیوانه مرد که میره باهاش میت کنه، حاملش کنه، وقتی وسط کارشه زنه برمیگرده گردنشو میکنه و شروع میکنه خوردن. بعد کار مردا اینه که به محض اینکه سپرمشو میریزه میخواد فقط فرار کنه که زنه درنش سرویس نکنه. بعد یه دونه پیدا کردن که همین یارو هنوز داره وسط کاره، ولی وقتی میام بالا دوربین از پایین شروع میکنه، اینجوری داره تکون میخوره. بعد که میام بالا چیز نداره، کله نداره، کله شادی کنده داره میخوره. با این که کله نداره وقتی تمام میشه سعی میکنه فرار کنه، ولی چون کله نداره فقط داره خوش میچرخه، اونم میگیره میخوره. اینا داری میگی منو داستان کنی و واقعا نه واقعا هست. خب جمعیت مذکر کاهش پیدا میکنه که کسی نیست اینا رو حامله کنه. خب ولی اینجوری ان دیگه. خب حالا مثلا توی اون مردم میان بگن ما دخترا رو لازم نداریم، دخترا به ما چیکار؟ داره میکشت رو کمره، چی صحبت میکنی؟ میدونی خب دختر پسریش مهم نیست، موقعیت هست. هر موجودی یه جوریشو داره. مال ما خیلی طبیعی دست ماه. من یه بچه 16 ساله رو بفرستم میتونه 15 تا خانم 25 ساله رو کتک بزنه، ولی برعکس این کار نمیکنه، حتی یک به یکش. تموم شد. خب من نمیفهمم واسه رو چه حسابی میگین. من اصلا میگم نیازی به بحث نداره اصلا موضوع. خب من خواستم نظریت تو بپرسم، یه چیزی منو چیز کنی که من دیوانم نیام. خب نه تو میگی نه اوکی آروم باش. دیوانه خوبی. خیلی خوب، خیلی خوشحال شدم من واقعا. وقتی اگه چیزی دیگه داری جالبه داستانی واسم تعریف کنی که بعداً برام خاطره بشه میخوای اینجا باشه، به اون بگو. اگه هم نه که دیگه مزاحمت نشم. نه دیگه همونطور که بعد تعریف کردم دیگه داستان زیاد دارم باید پیش بیاد یادم. آره این خیلی بده که باید پیش بیاد. من همه زندگیم داستانه سهیل. من کلا تمام از صبح که از خواب بلند میشم کلا داستان دارم تا شب که میخوابم. ولی دیگه تو جالب ترین داستانی که پارسال برات اتفاق افتاد چیه الان بیا تو مغزه؟ جالب ترین داستانی که پارسال اتفاق افتاد اینقدر دیگه دیپ نشدم ببینم پارسال برام چه اتفاقی افتاد. الان چیه پارسال برات جالبه تا گفتم؟ هیچی. ببین من انقدر زندگیم شتیه. یعنی سنگی داری کار میکنی ها؟ آره یعنی مثلا امسال که میره جلو مثلا میگم خدا رو شکر که تو پارساله نیست. مثلا سال بعد که میشه میگم خدا رو شکر مثلا سال قبل اومدم بیرون. اینقدر مثلا اون روز داشتم اتفاقا به دوستم گفتم من هیچ سالی توی زندگیم نیست که میگم کاش برگردم اون سالو دوباره زندگی کنم. جدی دارم بهت میگم واقعا به خدا یعنی من مثلا بعضیا دیدی مثلا میگن کاش برگردیم 15 سالگی، کاش برگردیم مثلا 20 سالگی. من هر سنی حاضرم برگردم. من هیچ سنی یعنی حتی یک روز از زندگی قبلم حاضر نیستم برگردم. چه کاری رو بخوام درست کنم چه کاری رو بخوام مثلا نکنم. این مدلیم. هیچ یه روزم نیستش که مثلا بگم برگردم تو اون سن مثلا فلان کارو نکنم، برگردم مثلا فلان. اینقدری که داره چه میدونم مثلا با فشار و سریع و یه جور عجیب غریبی میره جلو، توش پیشرفته ها. شاید چون پیشرفته دوست ندارم برگردم اون عقبیه رو ببینم. نمیدونم شاید هم سختی بوده که دوست نداشتم برم عقبه رو ببینم، ولی برای همون مثلا خاطراتش باید توی شرایطی پیش بیاد برام. اگه مثلا خاطره که برام بمونه بعضیا میگن وای ما پارسال برامون فلان اتفاق افتاد، اصلا یادم نمیاد اینجوری مثلا چیزی بخوام بگم فلان چیز. جالب. آره واقعا. داشتم با یکی داشت با من از من اینترویو میکرد، بعد گفت وقتی که زیر دوشی تنهایی راجع به چی فکر میکنی؟ گفتم مثلا لینکین پارک گذاشتم دارم بلند میخونم با پامم دارم شلپ میزنم که صدای شلپ بیاد. بعد گفت از آدم اشتباهی پرسیدم، مردم میاد تو همون به ناراحتیاشو فکر میکنن. من دقیقاً همین مدلی ام. آهنگ بلند دارم میخونم به هیچ چی فکر نمیکنم. آره واسه چه همون دیگه وقت فکر کردن نیستش که. من همون میرم که کنسرت رایگان برگزار کنم برای همسایه‌ها. من همون نمیرم که شعر بخونم فکر کنم که آجی. هر دفعه من میرم همون الانا میگه واقعا خوب شد که خواننده نشدی. مردم نمیدونن چیو میتونست اذیتشون کنه چون دوستام زیاد خواننده مانندن. آره تو خواننده نشو سوال، تو همینی که هستی رو حفظ کن. کار دیگه من خواننده میشدم خیلی معروف میشدم. بهم پول میدادن که نخونم. چطور به تو گیر ندادن؟ چطور بهم پول میدادن نخونم؟ آره واقعا میگفتم اگه پول ندین کنسرت میذارم. اونم یه رای درآمد. من حاضرم یه نفر به پول بده بگی این کار این استار نکن، من بذارمش کنار کسی رو پیدا میکنی. چقدر کسی بیاد بده این کارو میکنی؟ چی نمیدونم بستگی داره دیگه. الان خیلی پیشنهاد دارم تو این استا ولی پرقدرت دارم. نمیدونم واقعا.
بیان منو اسپانسرشم ببرن آمریکا جای چیزی بندازن شاید نکنم دیگه. نه بابا خبر نیست، جایی که هستی حالشو ببر به خدا. سعی کن مخصوصا با حرفی که زدی نشون میده توی حالت حال نمی‌کنی، داری به آینده فکر می‌کنی که تو آینده می‌سازمش و این بدترین کاری که میتونی با زندگیت بکنی، به خاطر اینکه هر وقت هر آدم پیری رو می‌بینی تنها چیزی که بهت میگه قدر عمر تو بدون. یعنی اینو 100% آدمای پیری رو بهت میگن و معنیش یعنی چی؟ یعنی که ما جای تو بودیم، احمق بودیم، می‌خواستیم آینده رو بسازیم، آینده رو ساختیم، هیچ گویی نیست. هیچ گویی نیست. من همه دوستام شاید باورت نشه بالای 50 سالشونه. اصلا نمیتونم با همسن خودم ارتباط بگیرم. دوست همسن خودم ندارم. مشکل زندگی منه. همه دوستان پیرپاتال، خسته، داغون. چیز اخلاقی تو مهم نیستش. من حالا برعکس تو همه دوستام جوونن. خوبه دیگه جوون میمونی. من الان خستم. ببین من خستم. من ساعت 6 و 7 شب به اون ور احساس میکنم دیگه باید بخوابم. تمومه. خب آخه کار میکنی، زحمت داری میکشی. من سگزاده آخرین باری که کار کردم 2015 بوده. من 9 سال کار نکردم. باشه جوونم، 28 سالم، هر چقدرم کار کنم بازم باید توانایی داشته باشم. این خستگی از کجا میاد؟ اصلا طبیعی نیست. با اینکه مثلا هر کی منو میبینه میگه قیافت میخوره از این مثلا چه میدونم شیطونای نمیدونم بپرای فلان. میگم نه بابا برو گم شو، من تو خودم موندم چی شیطونه بپره فلان. اسکل کردیم ما. ولی قدر واقعا تایم تو بدون. به این راحتی نگو آره واقعا، چون اگه متوجه میشی تا حالا متوجه شده بودی. نشدم آقا. 28 سال اگه من نگرفتی مؤاخذه نکن سوال چیز کن برو به خدا 10 سال دیگه نگاه کنی میگی چقدر دو توپ بود زندگیمو نمیفهمیدم. راست میگی؟ به خدا دارم میگم. میخواستم بگم من الان حاضرم جامو باید عوض کنم، دیدم دروغه ولی خب نمی‌کنی دیگه. نه نمی‌کنم به خاطر اینکه نمیخوام بیشتر خانوم بشم و زندگی تجربه خانومی رو بلد نیستم. اگه پسر بودی باید عوض میکردم. سوال تمیز نیستی که هستی، استرسیش نیستی که هستی. چی میخوای تو همه چیز خانومی بیشتر از من داری الان. راست میگی. استرسیسی. راست میگی قبوله. دمت گرم واقعا. امیدوارم که شوهر گل قدرتو بدونه. مرسی سوال جون، همچنین خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم. همینطور. حالا هوام عوض شد. اگه شوهرت هم یه وقت اعصابتو خورد کرد ببرش همومه. اونجا صحرای محشریه واقعا. قدرتو یه جوری میدونه. من گفتم تو کسی گوه خوردم. ببر. خیلی خوش گذشت. مرسی کتی جون. فدات بشم. خیلی خوشحال شدم. یه چند وقتی دوباره پادکست بگیریم، سال بعد رو ریویو کنیم، ببینیم چه اتفاقایی افتاده توی دبی، کانادایی، بغلم بشینیم مثلا اینجا بشی. واقعا. دمت گرم. خیلی ممنون. شب و روز خوبی داشته باشیم بچه‌ها. امیدوارم لذت برده باشین. دمتون گرم. جاکس. اقتصادی